ما امروز روز 4 ماست، از تاریخ 28 جولای ما مظاهره ما را شروع کردیم. ما در بیرون هستیم، شب روز ما بیرون در پارک در فضای باز هستیم. ما از جامعه جهانی خواهش میکنیم تا چه وقت اینا نظاره‌گر میباشند؟ چرا به فریاد ما نمیرسند؟ مجبور شدیم که خانه های خود ترک کنیم، به اینجا بیاییم و صدای مهاجرین افغان را در پاکستان خصوصا در اسلام آباد بلند کنیم. خواست ما از جامعه جهانی ای است که حقوق بشر بدون دفاع از مهاجران افغان ناقص است. از ما حمایت کنین، جان ما در خطر است. ما یک خواسته داریم: سکوت میکشد، بی‌تفاوتی شما جان انسانها را میگیرد. در کنار مهاجرین افغان بیستید.